توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چطوری موهامون رو اینطوری سیم تلفنی کنیم. همونطور که اول ویدیو دیدید امروز قراره با این دستگاه فر کننده موهامون رو فر کنیم. خواستم بگم بابلیس هم برنده، اینه یه تافت و اینا که آدم میگه. این کوچیکترین سایزه یه دستگاه فر کننده است که من فکر میکنم البته کوچیک‌ترینه، چون من تحقیق کردم شماره 9 انگار که از همه باریک‌تره، شاید از اینم کوچیک‌تر باشه. برای فرای سیم تلفنی من این دستگاه رو خریدم. حتما کلی ویدیو شما هم دیدید این که با نی مثلا ببندی از شب قبل که موهاتون طوری فر ریز سیم تلفنی بشه، یا مثلا با فویل بعضیا میپیچن، با انگشتشون اینطوری میپیچن، با کش میبرن. خیلی روش‌های مختلفی هست که اونطوری فر خیلی ریز بکنه. این در واقع کارش همونه، منتها یه چیزی که هست اینه که شما اینو نمیتونی خیلی اینجوری ریز تو کل موهات اینطوری ببندی و بگیری کف سرت. خیلی کار سختیه و یه نفر برای شما این کار انجام بده. چرا میگم؟ چون مثلا به اینجا که میرسی، به این پشت که میرسی، ناخودآگاه این فرت باز میشه. هر چقدر اینو بازتر بپیچی این فرت بیشتر بازه، هر چقدر یه جا متمرکز اینو بپیچی بیشتر سیم تلفنی میشه. حالا اگه میخواین اون روش ها رو امتحان کنین که خیلی موهاتون فر ریز میشه، همشون جمع میشه بالا، باید حتما همون روش های پلاستیک و نمیدونم نی و اینا رو انتخاب کنین که من سعی میکنم یه ویدیو اونطوری هم بگیرم که تفاوت اینا رو ببینیم. ولی امروز قراره با این دستگاه موهامو فر کنم که شما ببینید این دستگاه چجوری مو رو فر میکنه. برندش هم ترینا هستش، چینیه، ولی روش هم نوشته پروفشنال، یعنی بیشتر آرایشگاه ها از این مارک استفاده میکنن. منم نتیجه خریدم که محصولات رو به آرایشگاه و اینا میفروت. خب همینو من اتوموشم دارم، میتونم بگم عالیه و خیلی ازش راضیم. چند ساله هم اتوموشو همین دستگاهش دارم استفاده میکنم. حتی فکر میکنم ماشین ریش تراشش هم حتی برای موهای شیکا خریدیم، یه ریش تراش دیگه‌شو برای امین برای موهاش و بدنش و ایناش خرید. خیلی کلا محصولات خوبی داره. پس بریم با این موهامونو فر کنیم. اولین کاری که میکنیم از اسپریهای ضد حرارت استفاده میکنیم که موهامون زیاد آسیب نبینه. این اسپری هم که من استفاده میکنم برند مورفوس هستش، احتمالا خیلیاتون رو میشناسین. آرایشگاه خیلی از این برند استفاده میکنن. این در واقع کمک میکنه که خیلی حرارت به موهاتون آسیب نزنه. یه لاین اینطوری از زیر جدا کردم، لاین بالایی رو هم جمع میکنم. کار باهاشم خیلی راحته، یه دکمه آن و آف داره. بعدیش اینه که شما حرارت اینو نمیتونی تنظیم کنی، به شدت داغ میشه. برای این فر مناسبه، ولی اگه شما فکر کنی هر دقیقه بخوای موهاتو با اینطوری فر کنی، موهات خیلی آسیب میبینه. بهتره که دستکش دستتون کنید. ببینید دو مدل میشه پیچید. این چون بازم میشه، همینطوری میتونید دور همین بپیچید و تکون ندید دستتون. ببینید من چقدر اینو اینطوری جمع‌تر، هر چقدر اینو در واقع جمع‌تر بگیرم این فر خیلی بیشتر به سرم نزدیک میشه و سیم تلفنی تر میشه، خیلی ریز میشه. ولی هر چقدر من این فاصله اینا رو بیشتر کنم خب فرم من بازتره. تا یه نمونهش رو بهتون نشون بدم الان. کاملا سیم تلفنی میشه فرش. خیلی فر خوشگلی میشه در نهایت. ولی اینم بهتون بگم حداقل 1.5 ساعت زمان میبره برای اینکه بخواین البته به حجم موتون هم ربط داره، ولی کلا زمان بره دیگه، چون دونه دونه با حجم کم باید اینا رو فر کنید. اینم بگم اون حرکتی که شما بخواید با نی و اینا هم انجام بدیم خیلی زمان بره. تازه باید یک شبانه روز یا حداقل چندین ساعت با اونا اونجوری در واقع اونا رو اونجوری رو سر تحمل کنی که اون خودش هم باز کار سختیه. ولی دیگه آسیب نمیبینه مود دیگه، این حرارتای زرمو رو آسیب میزن. خب من الان رسیدم به ردیف آخر از این ور.
من خیلی ریز بر نداشتم، میبینین این مثلا فرای بابلیسی شد. شما هر چقدر ریز برداری این اون دو ستای اولی که بهت نشون دادم. بعد موهای من کلا موهای سنگینیه، هر مدل فری که میکنم باز میشه. این مدل فر انقدر که ریزه قشنگ یه روز موهای من میمونه فر، یعنی در غیر این صورت موهای من با هیچ فری نمیمونه. اگه موهاتون خوب حالت بگیره خیلی خیلی قشنگتر از موهای من میشه. هر چقدر که این مقدار مو رو شما کمتر برداری، الان بهتون نشون میدم، ببین چقدر کم برداشتم، و هر چقدر اینو اینجوری نزدیک هم بپیچین، در نهایت فر خیلی خوشگل تری دارین. نزدیک پیچیدم الان. خیلی مواظب اینجور دستگاه ها باشید چون بدجوری میسوزونه پوستو. میدونم که داره بخار میکنه، این موادیه که زدم گفتم نمیذاره آسیب ببینه. آروم باز کنیم. ببینید نزدیک که میکنی قشنگ اینطوری سیم تلفنی میشه. حالا میخوام تو بعدی بهتون نشون بدم که اگه یه ذره فاصله رو بیشتر کنین چجوری میشه. مثلا این مدل برای من 1 ساعت بعد یه ذره باز میشه بهتره. من باید برای خودم مثلا خیلی نزدیک انجام بدم. حالا اینو یه ذره باز سرش کردم، یه ذره اینجوری میام جلوتر، دیگه خیلی فشردش نکردم. حالا این نگاه کنین خودتون فرقش رو ببینین چقدر بازتره. حالا این مثلا 1 ساعت بعد بازتر هم میشه، ولی این تازه 1 ساعت بعد میشه مثل این. پس دیگه خودتون بستگی داره چه مدلی دوست داشته باشین، و اینکه واقعا وقت و حوصله هم میخواد دیگه. اگه یکی حوصله داشته باشه این کار رو براتون انجام بده خیلی بهتره. من خودم خسته میشم واقعا و دستم درد میگیره انقدر بخوام نگه دارم. 10-15 ثانیه هم کلا نگه میدارم دیگه، میبینین خودتون. خب این از یه طرف موهای من. تایم نگرفتم ببینم چقدر شد، ولی من یه ذرم سرسری، بازم ببینید کمرم یکم درد گرفت، من یه کمی سرسری تازه انجام دادم، خیلی با دقت و ریز بریز و اینا انجام ندادم. الانم دست نمیندازم توش و شونه اینا نمی کنم چون موهای من خیلی زود باز میشه. اینو آخرش انجام میدم. شما ببینید دیگه کیفیت این که چطوری فر بشن به خودتون ربط داره، ولی کلا فر خیلی خوشگلی در میاد با این شماره 9 ها. تازه موهاتون اگه یه ذره از این کوتاه‌تر باشه اینجوری خیلی نزدیکه سرتون میشه، بامزه‌تر هم میشه. بلندم باشه که دیگه اینجوری دیگه تقریبا مثل موهای من میشه. بالاخره تمام شد. واقعا دستم درد گرفتم، خاموش کنم. من خیلی دقیق انجام ندادم، هولی انجام دادن دقیقا 1 ساعت طول کشید، دستم درد گرفت، ولی نتیجه کار خیلی قشنگه. من خیلی دوست دارم. اگه باز دوباره میگم یکی براتون انجام بده قشنگ اینجوری تا اون ته موتون، یعنی بچسبه به موتون بتونه این کار انجام بده و خیلی ریز، خیلی از اینی که الان شما دارید میبینید خوشگل تر میشه. یه چیزم بگم، میتونید الان من یه شونه بیارم بهتونم نشون بدم. اینطوری ریشه ها رو یه ذره پوش میدیم، یه ذره پف میکنه میاد بالا، و بعد اینکه یه ذره هم اینا رو اینطوری باز کنیم یه ذره اینجوری حالت پفی تری پیدا میکنه. این شکلی لایه میتونین اینطوری موهاتون رو بردارین و ریشه موتون رو اینطوری پوش بدید. کل موتون رو هر چقدر که دوست دارین بیشتر پف کنه همینجوری لایه از زیر همینطوری با این شونه دنباریکا پوش بدید. در نهایت هم اگه خواستید تاف بزنید که این بیشتر بمونه. من خیلی دوست ندارم الان به این تاف بزنم، احساس میکنم همینطوری خیلی خوشگل تره. اینم از ویدیو امروز. فکر کردم با این شماره 9 به نظر من که خیلی باحاله. فقط یه ذره
طولانیه دیگه که هر مدلی بخواید موهاتون رو اینطوری ریز فر کنید در هر صورت طول میکشه و هیچ کاریش نمیشه کرد. پس اگه دوست دارید موهاتون اینطوری فر ریز بشه باید یه ذره براش وقت بذارید. اگر یکی رو پیدا کنید براتون کار انجام بده دیگه چه بهتر، خودتون اذیت نمیشید، فرتون هم خیلی خوشگل‌تر میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. سعی میکنم از این مدل ویدیوهایی که حالا با نی و اینا هم که اینطوری فر ریز میشه انجام داد هم براتون ویدیوش رو بگیرم. لطفاً هر ویدیویی که دوست دارید براتون بگیرم، چه تو زمینه روتین های زیبایی پوست و مومون، چه ساخت متریال میکاپ یا متریال روتین پوستی، حالا چه آموزش های میکاپ، هر چی که دوست دارید براتون بگیرم توی کامنت ها بنویسید. گفتم در آینده قراره ولاگم بذارم از شرایطم تو این چند وقت که یه ذره مشغله کارم زیاد شده. اگه اونم دوست داشتی حتما بنویس، چون دوست دارم میذاره بک استیج الان زندگی خودم در حال حاضر نشون بدم بهتون که خیلی دوست دارم بدونم که شما هم دوست دارید بدونید چیزی یا نه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودی. اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، لایک کن و نظرتو بگو تا ویدیوی دیگه. خدافظ.